یکی از مسئله های بسیار نگران کننده در جامعه امروزه ما این است که بسیار از انسان ها همه کار و بار خود را با جادوگران پیوست کردند. زندگی ایشان با جادو و جادوگرها می گذرد، در حالی که این عمل کفر است. این عمل ایمان انسان را می گیرد. انسان مسلمان اگر به این عمل دست بزند از اسلام خارج می گردد، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من اتی ساحرا او عرافا او کاهنا، هر کسی که پیش یک جادوگر می رود یا اینکه پیش یک فالبین می رود، اگرچه آن فالبین از گذشته گپ می زند یا اینکه از آینده گپ می زند، فصدقه بما یقول، پس باور کند آن چیزی که آن جادوگر می گوید، فقد کفر بما انزل علی محمد، پس او کافر گشته است به آن چیزی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل گردیده است. یعنی که انسانی که باور می کند جادوگر را و به گفته های اون عمل می کند یا اینکه از غیب برای او گپ می زند و به او باور می کند، او از اسلام خارج گردیده است، ایمان را از دست می دهد. زیرا که تنها الله سبحانه و تعالی علم غیب را دارد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، الله تبارک و تعالی عالم غیب است. هر چیزی که در آینده می شود جز الله تبارک و تعالی هیچ کس نمی داند او را، مگر بعض از پیغمبران که الله تبارک و تعالی برای آنها به طور وحی می گوید. و اگر کسی که پیش فالبین یا جادوگر می رود تنها برای پرسیدن می خواهد که بعضی چیزها را از وی بپرسد، این در جامعه ما بسیار دیده می شود که حتی فالبین ها می آیند به دروازه خانه مردم و برای آنها می گوید که یک فالی تو را ببینم یا اینکه برای تو بسیار خبرها دارم. بسیار از زنها در این کار گرفتار می شوند که پیش آن رفته و از آن می پرسند. این عمل سبب می گردد که 40 روز طاعت و عبادت اون قبول نمی گردد، نماز او قبول نمی گردد، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من اتی عرافا فسأله عن شیء، هر کسی پیش فالبین برود و از او چیزی بپرسد در مورد زندگی خود، در مورد شوهر خود، در مورد گذشته یا اینکه آینده، هر چیزی که میپرسد، لم تقبل له صلاة 40 لیله، 40 شبانه روز نماز او قبول نمیگردد. تنها برای پرسیدن، تنها برای اینکه پیش فالبین می رود و از او چیزی می پرسد، نماز او 40 شبانه روز قبول نمی گردد. و اگر آن را باور کند و به گفته او عملی کند از اسلام خارج می گردد. این جادوگران همه این عملها را با واسطه شیطان پرستی و در پیش شیطان سجده کردن و شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی انجام می دهند. ولی الله سبحانه و تعالی بندگان نکوکار خود را حفظ می کند. الله تبارک و تعالی می فرماید: این عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان نکوکار من بر آنها تسلط نداری ای شیطانی لعین. اگر ما در حقیقت پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم، همه سنت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما گذاشته است به آنها عمل کنیم، از کار صبح و شام را بخوانیم. بسیار مهم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر سحر و هر بیگاه از کار داشتند، دعاهایی داشتند که میخواندند و با واسطه آن دعاها الله تبارک و تعالی او را از شیطانها نجات میداد. پس ما امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم
پس به طور اولا ما باید این دعاها را بخوانیم و به فرزندان خود آن را تعلیم بدهیم که الله تبارک و تعالی آنها را از شیطان ها حفظ کند و در امان باشند از شر شیطان ها. این دعاهای مأثوری هستند که در کتاب ها وجود دارد و باید همه آن را حفظ کنیم و هر سحر بعد از نماز بامداد و بعد از نماز شام آن را باید بخوانیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، یعنی که این جادوگران، این شیطان ها هیچ کس را ضرر رساندن نمی توانند مگر به خواست الله سبحانه و تعالی. اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد که همان انسانی که جادو شده است گناه های آن را ببخشد، درجه آن را در جنت بالا ببرد، پس آن را به این جادو کرده شما امتحان می کند. ممکن به بیماری گرفتار شود، یا اینکه کار خود را از دست می دهد، یا اینکه هر بدی که شما می خواهید نسبت به او با مقدار کمی آن را اگر گرفتار شود به خواست الله، آن برای این بنده امتحان می باشد. آیا این بنده صبر می کند یا نه؟ اگر صبر کند، الله سبحانه و تعالی جای آن را در جنت بالا می برد، گناه های آن را می بخشد. اما انسانی که جادو کرده است، آن در آتش جهنم می سوزد. هر درد و هر رنجی که این بنده می کشد از دست این جادو، انسان جادوگر در آتش جهنم می سوزد. زیرا این حق بنده است. الله سبحانه و تعالی نمی بخشد حق بنده را. و روز قیامت الله تعالی گناه های این بنده را بر دوش تو بار می گرداند و از آتش جهنم خلاصی نمی یابی. پس هر کسی که پیش جادوگران می روند از الله تبارک و تعالی بترسین، زیرا که آتش جهنم بسیار سوزان است. آتش جهنم 70 مراتب از آتش دنیا کرده سوزانتر است. الله تبارک و تعالی ما و شما را از آتش جهنم نجات بدهد.